درست کردن گیرم یا نزدیک آوردش درست ببینم نزدیک خوب باز معلوم میشه. اولا یک بلوک انتخاب میکنیم که این زاویه‌اش بنیا باشه تقریبا. خب مثل اینکه کج نباشه یا مثل شکسته و ضعیف نباشه. خب یه زاویه انتخاب یه گوشه انتخاب میکنیم که سالم و بنیا شده باشه تقریبا. بعد ما اینجوری میگیریم. خب از لبه این خونه‌اش اینو برش میزنیم اینش هم این طرف هم همینطور. مثل یه نقشی برای ما در حالا اینو به قسمت‌های کوچیک به اندازه یه گیره برشش می‌کنیم. حالا در ابعاد کوچیک به اندازه یه گیره که ما بتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان یه گیره برای ما در اومد. خب در این قسمت باز میایم اینجا سر نفشش یه سوراخ ایجاد می‌کنیم، اشیار ایجاد می‌کنیم که ریسمونمون از توش رد بشه. خب این هم از گیره‌های ما. حالا این گیره‌ها رو اگر دیدین که قدر زوفال خیلی ضخیمه برای کامل کردن این گیره‌ها دقیق بودنشون لبه‌هاشون هم با سنگ این گیره‌های ما دقیق و قابل استفاده در هر جا به عنوان یک گیره هست. بریم روی کار ببینیم چطور میشه. این هم از گیره و ریسم. بدرود و